در شرط بندی آنتوان چخوف یه تقابل هست. داستان به این شکله که قرار انتخابی بین دو محکومیت صورت بپذیره و دو گروهی که استدلال‌های خود رو مبنی بر این که کدومش بر دیگری ارجحیت داره با همدیگه بحث میکنن. گروهی اعتقاد دارن که اعدام به دلایلی ارجحیت داره، مثل این دلیل که مرگ به یک باره رخ میده و فرد راحت میشه، و گروهی هم اعتقاد دارن که نه، حبس یا زندان برای محکومی که محکوم به مرگ ترجیح داره و ارجحیت داره، به این دلیل که میتونن زندگی داشته باشن در اون محدوده‌ای که هستن. و این تقابلیه که به لحاظ روانی هم دو تا ساختار رو نمایندگی میکنه و اشارت بر این در یک طرف به یک ساختار وسواسی اشارت داره و در طرف دیگر به یک ساختار هیستریک. در طرف وسواس بانکداری هست که سرمایه داره و بر این باوره که مرگ بهتره برای محکوم به مرگ، چرا که اگر بخواد در واقع زندان بمونه و حبس بکشه هر روز این مرگ رو تجربه میکنه. و در طرف دیگر وکیلی هستش که اعتقاد داره که اگر بر انتخاب باشه حبس رو انتخاب میکنه و ترجیح میده که زنده بمونه. خب سر این شرط بندی صورت میگیره. البته من در مورد محتوا قصد اینم ندارم که در مورد محتوای این اثر صحبت کنم و میتونید حالا محتوا رو خودتون مطالعه داشته باشید. و سر اینم شرط بندی میکنم و قرار میشه که 15 سال در این سر 2 میلیون شرط بندی میکنم و قرار میشه که وکیل در این زندانی که حالا توی همون خانه، یه بخشی از خانه همون فرد بانکدار، اونجا 15 سال حبس بکشه و تنها حالا اون چیزایی که نیازهایی که زندانیا میتونن داشته باشن اونا برطرف بشه. و در این قراردادم قید میشه که اگر فرد به هر دلیلی بخواد این قواعد رو نقض کنه، در واقع این قراردادشون هم لغو میشه. خب همون در ابتدای این اثر و این شرط بندی، علت انتخاب این شرط بندی هم در نوع خودش اشارت هایی داره که همون اشارت بر انتخاب زندگی، که بانکدار در ابتدا هم شک و تردید داره، یعنی بعد اینکه این تصمیم رو میگیره دچار شک و تردید میشه و حتی پشیمون میشه و به شکل‌های مختلف هم میخواد طرف مقابلش رو پشیمون کنه که انتخابی که به یه شکلی در واقع حالت اجباری هم برای خودش داره ورود نکنه بهش. ولی وکیل در واقع طرف مقابلش بر اساس ساختاری که داره میخواد این فضا رو انتخاب کنه و تجربه کنه. خب اینجا هم باز دو تا انتخاب داریم، یه انتخابی که از روی اجبار و به یه شکلی در نظر گرفتن دیگریه و در طرف مقابل طرفیه که میخواد تجربه کنه و ریسک کنه و یک خطری رو انتخاب میکنه. زمانی که پروسه پیش میره، در ابتدا وکیل که کسی که زندان رو انتخاب کرده در شروع کار حالا به شکل‌های مختلف میخواد کامل مواجه نشه، حالا با استفاده از الکل، خواب و روش‌های دیگه کامل مواجه نمیشه، ولی رفته رفته متوجه انتخابش میشه و بر اساس اون انتخاب وارد ابعاد مختلفی از زندگی ها میشه. یعنی در یک طرف باز برمیگردیم به دو طرفی تقابلی که وجود داره. در یک طرف تقابل فرد بانکداری هست که سرمایه‌دار آزاده و در طرف دیگه فردی هستش که از لحاظ فیزیکی و مکانی حبس شده. و خب اینجا همین
از بابتی هم اون بانکدار به این دلیل ورود کرد به این شرط بندی که یک فرد دیگر رو حبس کنه، زندانی کنه، در اختیار بگیره و در تملک بگیره. ولی طرف مقابل با اینکه به صورت فیزیکی، یعنی ساختار هیستریک که همون وکیل باشه، درسته که در حبس فیزیکی هست، ولی در واقع فقط حبس ظاهریه و این از لحاظ روانی یک هیستریک قابلیت حبس شدن رو نداره. وکیل در پروسه زندگیش از طریق کتابی که میخونه و تجربیاتی که از طریق تخیل آدم ها داره ورود میکنه به دنیاهای مختلف و تجربیات مختلفی رو در این 15 سال تجربه میکنه و این فضا به قدری فضای زندگیش بزرگ میشه که در نهایت هم انتخاب میکنه که یک روز قبل از قاعده‌ای که تعیین شده، یعنی یک روز قبل از همون 15 سالی که به اتمام برسه، تصمیم بر این میگیره که در واقع آزاد بشه از به لحاظ فیزیکی هم و قاعده رو نقض کنه. ولی این طرف ماجرا، یعنی ساختار هیستریک وسعت پیدا کرده، حتی میشه گفت از ساختار خودش هم عبور کرده و رفته در ساحت وسیع‌تر از ساختار وسواسی عبور کرده، پیش عبور کرده بود، مگر نه ورود نمی‌کرد به در واقع این فضا و شرط بندی. از ساختار هیستریک هم در پایان این 15 سال عبور میکنه و وارد ساحت روانکاوی میشه که این یک موضوعیه که حالا ورود نمی‌کنم. ولی پایانش پایانیه که پایان خاصیه، یعنی پایانش هم خودش انتخاب میکنه و از قید اون قاعده‌ای که با ساختار وسواسی با هم سر اون به توافق رسیده بودن، اون رو هم ازش عبور میکنه. ولی در طرف مقابل بانکداری هستش که همه چیزشو باخته و ترس در وحشت این، یعنی در ابتدا فکر نمی‌کرد که طرف مقابلش این کارو بکنه و تحمل داشته باشه. یک روز مونده به پایان قرار داده، تصمیم بر این میگیره که بره و اون رو بکشه و تبدیل به مرده کنه، همون چیزی که میخواست. این در ابتدا هم استدلالش هم بر این بود که یک بار فرد بمیره بهتر از اینه که بمونه و خود این در واقع استدلالم جای بحث داره. باز به اینم ورود نمی کنم، فقط به این اشاره می کنم که بدونید ساختار وسواسی مردگیراست، به مرده تکیه داره و خودش هم یه سوژه مرده است. در این متن و اثرم شما این رو می بینید که فرد در واقع نه تنها از لحاظ روانی وسعت پیدا نکرده، بلکه اون چیزایی هم که داشته به شکلی از دست داده، با اینکه ظاهراً آزاد بوده و پول داشته، سرمایه داشته، آزاد بوده و آزادتر از به لحاظ ظاهری آزادتر از اون ساختار هیستریک بوده. ولی ساختار هیستریک زمانی که این بانکدار تصمیم میگیره که یک روز مونده بره طرف مقابلش رو بکشه تا اون پول رو نپردازه بهش، بر اثر این وحشت این تصمیم رو میگیره، ولی میره میبینه که در واقع اون وکیل یه نامه‌ای نوشته و در اون بخشیده، یعنی چیزی که قرار بوده از اون بگیره بخشیده و در اون متنم چیزای جالبی نوشته که میتونید بخونید. و یکی از چیزایی که خیلی جالبه تو این نامه نوشته تعویض زمین و آسمانه و تعجب میکنه بر اساس اون خونده ها، نوشته ها، تمام متونی که حالا تو اون زمان بوده این مطالعه کرده بود تو این 15 سال، در واقع از طریق زمان و تخیل انسان‌ها انگار تمام زمین رو تجربه کرده بود و این خیلی موضوع مهمیه و در واقع توضیح میده که زمان خطی، چون خیلی چیزا امکانش وجود نداره که به صورت خطی تجربه بشه، مگر اینکه زمان فراتر و متفاوت‌تر از زمان خطی که همون ورود تخیل از طریق انسان‌های دیگه، از طریق تجربیات دیگه انسان‌های دیگه بتونه این زمان رو بشکنه. به بیان دیگه، درسته که این در 15 سال فرد همه کتب خونده، ولی فقط خوندن کفایت نمی‌کنه و در واقع زمانی که شما بتونید
از طریق تجربیات انسان‌های دیگه، تجربیات انسان‌های واقعی به واقع بتونید ورود کنید، از طریق تخیل اونها، از طریق تجربیات اونها، این زمان خطی رو میتونید در واقع برش بندازید و بتونید دنیاهایی رو تجربه کنید که به هیچ روش دیگه‌ای ممکن نیست. حتی بر اساس پیشرفت‌های علمی هم چنین چیزی ممکن نیست. که حالا این بحث رو باز در جای دیگه شاید بیشتر باز کردیم، در موردش صحبت کردیم. فقط چیزی که مهمه اینه که استدلالی که در واقع وکیل میاره اینجا خیلی جالبه. اونم اینه که میگه برای من عجیبه که چرا انسان زمین رو با آسمان تعویض کرد و این چرا حاضر به این در واقع مبادله شد یا همون بدل شدن، تبدیل شدن. و در نهایت هم شما میبینید که زمانی که این ساحت، این ساختار رو خودش نقطه میده و باز انتخاب میکنه، ورود میکنه به یک ساحتی که دیگه اون تو اون ساحت، یعنی از اون به بعده که دیگه هیچ کس این فرد رو نمیبینه، چون یک روز قبل از تمام شدن این قاعده، یعنی 15 سال تمام بشه، این از اون زندانی که تعبیه شده بود، چون تعبیه زندان هم یه شکلی بود که میتونست بره بیرون، ولی اگر میرفت دیگه اون قرارداده نقض میشه و این یک روز قبلش میره و قراردادم نقض میشه. اون میره و دیگه هیچ خبری ازش نیست، چون وارد یک ساحت دیگه شد، ساحت بالاتر از ساختار هیستری. و جالبیش اینه که ولی اون ساختار وسواسی به خاطر اینکه هنوز در جا میزنه، با اینکه جالبه که این بانکدار داره روایت میکنه، ولی خیلی قرابتش اینجاست که اون نامه رو سریع برمیداره و میبره و در یک جای خیلی در واقع امنی اون حفظ میکنه و حالا افرادم صدا میکنه که دیگران شک نکنن که این بلایی سر این فرد آورده. به عبارت دیگه هنوزم به فکر حفظ اون قرارداد، حفظ جایگاه خودش، حفظ اون چیزایی که داشت رو، یعنی نگران اونها بود. یعنی ساختار وسواسی که میگن مرده است و در جا میزنه به همین دلیل. در پایان این رو میخوام بگم بهتون که این اثر، گفتم بهتون مهمترین اشارتی که داره همین زمانه. کسی که این اثر رو مطالعه نکرده شاید هیچگاه ذهنش به این نرسه، ولی زمانی که این اثر رو میخونه یا مواجه داره و ملاقات داره، بعدشه که اتفاقی که میفته اینه که دچار یک توهم و خودشیفتگی میشه، مبنی بر این که اتفاق خاصی نیفتاده ولی در واقع اتفاق بزرگی افتاده. فقط فرد این زمانو، یعنی قبل و بعدش، قبل خوندن یا ملاقات با این اثر و بعدش رو فراموش میکنه. یعنی انسان همینطوریه، فکر میکنه که این اثر به همین سادگی به دست اومده، در حالی که همونطوری که مؤلف اثر میگه به یه نوعی شاید خودشم این مقطع زمانی به لحاظ خطی طی کرد. یعنی این فرد سوژه، یعنی سوژه هیستریک، 15 سال اونم تجربه نه زمان خطی با آدم‌های مختلف به لحاظ از طریق یک بعد دیگه ملاقات داشته و اینا رو به دست آورده و الان داره ارائه میده به ما. ولی ما در مواجهه با این قضیه متوجه این زمان در واقع موازی که رخ میده و ما از یک بعد دیگه با این فرد ارتباط میگیم، اینو فراموش میکنیم و دچار یک وهم میشه سوژه و فکر میکنه که اتفاق خاصی نیفتاده. حالا اثر این وهمه و خودشیفتگی چیه؟ اینه که باعث درجازدگی میشه و باعث نمیشه که به این فکر یا به این خلأ، به این خلأ خودش که نیاز برای این که دنیاهای مختلفی و ورود متفاوت داشته باشه، اون براش اصلا نیاز ایجاد نمیشه.